تفاوت بین اینتاردر و ریتاردر در چیست و چه وظایفی دارند؟ اینتاردر و ریتاردر به طور کلی عملکرد یکسانی دارند و هر دو نوعی ترمز کمکی می باشند. اما اینتاردر نام تجاری ریتاردر گیربکس برند ZF می باشد و مخفف اینتگریتد ریتاردر به معنی کندکننده یکپارچه است و در حقیقت به صورت یکپارچه با مجموعه گیربکس می باشد. همچنین غالباً روغن اینتاردر با روغن گیربکس یکسان است، اما روغن ریتاردر اغلب جدا از مجموعه گیربکس می باشد. اینتاردر یا ریتاردر در خودروها سبب کاهش سایه‌دهی لنت‌های ترمز، خنک نگه داشتن سیستم ترمز، افزایش ایمنی، کنترل بهتر سرعت، کاهش استهلاک موتور و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری سیستم ترمز می شود. در داخل مجموعه اینتاردر روتور و استاتور وجود دارد و به هنگام عملکرد آن روغنی که به درون اینتاردر ارسال می شود توسط روتور به سمت پره‌های استاتور فرستاده شده و استاتور بلافاصله روغن را با تمام قدرت در خلاف جهت حرکت روتور حرکت می دهد. گشتاور بازدارنده قدرتمند حاصل از این فرایند نهایتاً موجب کاهش سرعت خودرو خواهد شد.